سه چیز به هم دیگر تنیده است و با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. اگر فرد توفیق قضیه پیدا بکنه که باطن خود اصلاح بسازه، قطعاً ظاهر زندگیش اصلاح میشه. اگر انسان توفیق قضیه داشته باشه که رابطهش با الله جل جلاله اصلاح بکنه، خدای بزرگ و مهربان زمینه داشتن یک رابطه نیکو را با مردم بر از این مساعد میسازه و باعث احترام خلق به همین فرد میشه. اگر انسان بالاخره توفیق قضیه داشته باشه که به امور آخرت توجه بکنه و امور آخرت خود اصلاح بسازه، امور دنیا را خدای بزرگ و مهربان اصلاح میسازه.